ای نوبکار، تو رو میپرونم. بسیار خوب. عارف، خداوند همیشه ما رو با یکدیگر میپیوندد. تو همیشه کوشش میکنی که جدا شوی، اما خداوند باز ما رو میپیوندد. لیکن خودت رو عذاب نده. اگر از اینجا نجات یابی، من برای خودم میروم، تو برای خودت. البته دیگر خیلی میشود. مگر قیدی نوارهای مرگ سلیم پیدا شده است. گشت کن. من سلیم را نکشتم و حتما ثبت اصیل نوارها را پیدا میکنم. خیر، میلش مهم نیست. تو خودت را در آخرت پاک میکنی. چنانه که میبینم به نجات یافتن خودت بسیار باوری داری. اینو به کار رو نمیدونی. ابله است. خدا میداند که باز برای ما چگونه نقشه ها دارد. خدایا توبه، خدایا توبه، خدایا توبه. دقت! لباسهای حربی پوشیدن نشانه آن است که در پیش عملیات جدی است. خدا را شکر. شنید رفیقان، شنید. حجت ها. همه این کارها به حجت ها گنجایش میکنند؟ نمیکنند. آقای مدیر، شما را باری نخست در لباس نظامی میبینم. آیا حالات فوق‌العاده است؟ فوق‌العاده؟ بلا. چه گپ شد؟ با عارف یگان چی شد؟ چی گپ شده باشد؟ گوش کنید. در حال مثل کودک های مکتبخوان پراکنده نشوید. آقای مدیر، من سخن شما را فهمیدم. سلاحم را گرفته راست میروم. بولکا در جویت شین. برادر، پیش راهی او را گیر. رفیقان، سومن برای صنم را نجات دادن به داخل گروهی تروریستان در آمده است. اما قاتل دادستان نورخان گفتنی بیشرف باشد از پی عارف است. چرا تو نپرانده؟ فرصت خوب را از دست داده. من قاتل نیستم. بسیار خوب. تو او را میپرانی، او باشد مرا. به یک تیر دو هدف. هم وظیفه خودت را اجرا میکردی و هم مرگ مرا با دست دیگران عملی میساختی. اگر قصد کشتن تو را میداشتم، با خواستی خودم میپراندم. چرا نپرانده؟ میدونی و باز یک روی کرده میپرسی. با تو میگویم چرا نپرانده؟ به هر حال هرگاهی که تو را میبینم مثل برگ درخت میلرزم. ما نجات نیابیم، هم باید صنم را نجات دهیم. اگر مادری او را تو میدیدی، زنی بیچاره برای دختر شده دیوانه شده است. سومن، با خواست خداوند هم دختر نجات میابد و هم ما. باز میگویم که تو نورخان را نمیشناسی. خدایا توبه. اما صد شکر که خدا را میشناسم. قصد کشتن عارف را کردند. به زمین دو پلیس دیگر را شهید کردند. اما ولی احتمال وقتی که سومن عارف را دید خودش را آشکار کرده و آقای مدیر، خدا نشان ندهد. آقای مدیر، قربان شما شوم. به ما خبری تلخ ندهید. التجا میکنم نگویید که عارف و سومن را از دست دادیم. آقای مدیر، بسیار عذاب کشیده. چندین نفرها شهید شدند. آقای مدیر، بس است اکنون. دیگر دلم طاقت نمیکند. قربان شما شوم، خبری تلخ ندهید. حالا باشد چخیلی که بالتا گفت مبارزه میبریم. آقای مدیر، مبارزه بهترین راه است. رفیقان، عارف و سومن در دست تروریستان می باشند.
دختر هم در همین حال. نورخان آدمی بسیار بی‌شرف و خونخوار است. ما را به میدان حرب دعوت می‌کند. اینجا را می‌کوبد، آنها را یک یک فهمانیده بعداً می‌گوید که انتظاریم آمده رفیقان و اسیران را گیرید. احمق نابکار. گمون کردم یگون گپ شده است. معنیش رفته می‌گیریم. بولتا آخر او به ما زنگ زده گویا ما را مهمانی به این دعوت کرده است. آیا میدانی برای ما چگونه چاه تیار کرده باشد؟ یه جورا برای من هر رسید. رفته میگیریم. سلامت باشید. البته رفیقانی عزیز، فکرهای عالی جنابتان را یک طرف گذارید تا که مدیر سخنش را تمام کند. دیگر یگان گپ نیست. رفیقان، چیزی که ما را انتظار نباشد رفته این کار را به انجام میرسانیم. تا مردنمان. تا مردن! رفتیم شیر بچه ها. انا بیگو کی را آوردم. سنم من بس خانه‌های مادرم گوش نکردم، شما را به این حال گرفتار کردم. مرا ببخشید. با سر کردی مرا ببخش. رو در درون انتظار شو. اصای مرا خراب نکن. زودتر رو گرد. زودتر. زود. اقلا این دختر را رها کن رود. او را رها میکنم. شما را هم. کارمندی تعیناتی مخصوص بودند معلوم شد چون یکش. نامم عارف. بسیار خوب. نامی زیبا. آیا پدر و مادرت هموطن دوست بودند؟ سفسته را بس کن. غضب مرا نآرد. اقلا یک تای شما آدم بری شود. حیوان سیرت ها. این دختر برای تو شده است. بحر حیاتش گذشته است. پس معلوم میشد که تو را دوست می‌دارد. او کاری خودش را میکند. من باشم کاری خودم. وقتی که تو این دختر را دیدی چشمانت روشن شدن. فکر میکنی که ما نمیفهمیم. دختر را نه. وقتی که تو بر این شیطان را دیدم چشمانم روشن شدند. شما کارمندانی تعیناتی مخصوص به ایمان بودید. این ایمان شما آیا شکم شما را سیر میکند؟ ایمان برای شکم را سیر کردن نه، بلکه برای عقل انسان را کامل کردن است. تو بر این شکم پرستان همیشه در فکر خوردن و حاجت خانه هستید. وقتی که مردید بعد همش عیان روشن می شود. آخرت شما بر این شکم پرستان معلوم است. کارهای آخرت رو یک طرف گذار. اول اینکه تو حتما میموری برادر. خدا میگویم که در جایگاه خواب نمارم. راه گریز نداری. ای ابلهی نابکار، اگر تو حسابات میپرسی خداوند نیز از تو حسابات میپرسد. کارهای آخرت را یک طرف کن. با تو آخرین فرصت برای خواهش هایت میدیم. اگر خواهی دستهایت را میکشم و پیش از مردنت این دختر را بوسه کن. من از بحر لیلا گذشتم. آخرین خواهشم این که اجازه ده طهارت کرده 2 رکعت نماز خوانم. وای 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 وای، مجنون رو بین. سومن در بین 2 دقیقه تو رو فروخت. او هم در حق من دعا میکنه. تو خودت را خسته نکن. اگر بین ما یگان حساباتی باشد پس در آخرت یک جا میشویم. بسیار خنداندی. مایلش آدم یک رو بوده ای. آخرین خواهشت را قبول کردم. پروردگاری زمین و آسمان ها و آن چیزی که در بین این دو می باشد خداوند است.
جز او وسوسه های شیطان را کسی برباد دادن نمی تواند. بهترین پناه دهنده خداست و برای مؤمنان غالبیت و ظفر را تنها او عطا می کند. خداوند بر کار خویش غالب است. الله اکبر. ما آماده ایم. ایستید. دستوری ما بسم الله می باشد. مدیر این مادری همان دختر است. ظریف برادر کوب این چی گپ شد؟ اطاعت. فرا حالا چیکار ها متوجه یکم زدند. دخترم را یافتند. شما هم با اونجا میرفتیدن. من باشم تو خط نکردم اومدم. کمیسر سومن در کجاست؟ مادر جان، سومن در نزد دختر شماست. برای نجات دادن او به نزد دخترتان رفته است. انشالله ما هم رفته آنها را میگیریم. نیست خاله جان، تو همراهی ما رفته نمیتوانی. من باید روم. ظریف قدرتی پیش راهی مادر دیلخون را گرفتن نداری. اینجا ایستا. فهمیدم آقای مدیر. جمیل پسرم تو فرای. جمیل من در حال به امنیت خبر میدیم. تو اینجا منتظر شو. برای شما ماشین روان میکنم. این زن رو نیز گرفته بیار. شاید برای مصلحت کردن با دخترش برای ما کمک رساند. کنی زودتر شو. بیا خاله جان بیا. مرحمت. با آدم های شما خبر رساندم. کمی بد می آید. ما هم آمادگی خود را بینیم. خبر رساندی؟ آخر همیشه اول شما خبر داده و بعد حمله میکردید. کم و بیش ما هم باید سورپریز کنیم آخر. سنم جونکم اینجا بیا. این رو پوش کن. بینم با تو میزیدم. التجا میکنم نکن. زوری تمام میکنم لطفا نکن. پوش گفتم. التجا میکنم. کنی آب خور. بسیار زیبا. رنگش با تو معقول نشد. اما به هر حال زیباست. شینم. گشکان دختر بیگناه را کشتن دلی تو را گرم نمیکند. این لباس را به من ده. من میپوشم. دختر را سر ده رود. هیچ دویم نیز لباس را پوشیدن میخواهد. البته که میپوشی. نخواد که ما تکلیف او را رد کنیم. اونها را نیز پوشانیم. برای باز هم شوخوار شدنش به هر یک لباس پولت الهیده ساختیم که ببینیم تعینات مخصوص چقدر شما را نجات میدهند. تو را از دست من کی نجات میدهد؟ تو فکر این را کردی یا نه؟ اومدن.
بسیار خوب. زودتر شوید. گذر. فداییان ما را به جنگ دعوت کردند. فراموش نکنید که وقتی ننگ و ناموس آمده است. تا نفسی آخرین، تا قطره خونی آخرین مبارزه میبریم. با تمام هستیمان می جنگیم. خداوند مددگارمان باد. آمین. خولا. سلام جانم. خولا جان. دخترکم. خولا جان ایست. خولا جان. ایست اپا جان. ایست. آرام. آنها فرزندان ما نیز هستند. از این پس کار به دوش ما می باشد. تو رفته در ماشین ما را انتظار شو خانم زلیخا. خوب شده است. این گروهی راهزن ها دل یک مادر را خون کردند. اما شکری خدا که شما هستید. شکر که برای کمک کردن با شما مراجعت کردن می توانم. خداوند از شما راضی باشد. من باش. پسرم تو رو بابا. فهمیدم مدیر. رفتیم خولا جان. رفتیم. کار را سر میکنیم. همه آماده هستند؟ حالا باشد رفیقان قانونها را اعلام میکنم. یکم، در این لباس ها سنسور سرعت میباشد. اگر قدم های با سرعت زنید یا اینکه دوید در ظرف 10 ثانیه میترکد. قانونی دوم، اگر از فرمان من دور شوید با واسطه این پولت شما را میترکانم. قانون سیوم، شاید یک تای شما زنده ماند. ما با سومن همچون کارمندان تعینات مخصوص از حیات خودمان دست میکشیم. اما دختر را رها کن تا اینکه کار خاتمه یابد. آخرین خیلی کیفیت نمیدهند. آمادگی بسیار دیدیم. فدایان شما در بیرون میباشند. باور کنید بسیار تماشاباب میشوند. آقای مدیر، حادثه خکری رو توسط اینترنت میدونید؟ برای دستگیر کردن خکرچیان بعضی شرکت‌ها سامانه‌های خود را مخصوص گشوده میگذارند. بعد چی؟ گشوده گذاشتن سیستم امنیتی برای خکرچیان چاه میباشد. یعنی دشمن را به مکان خواسته خود میآورد. ظریف، چی گفتنی؟ مقصدت چیست؟ آقای مدیر، ما اینجا آمادگی میبینیم اما آنها ما را به میدان دعوت کردند. حالا ما حمله کردن نمیتوانیم. یعنی گفتنی که اونها به ما حمله میکنند؟ آقای مدیر، درست گفتید. عیناً همین را گفتنی بودند. خیر، چی پیشنهاد داری؟ ما باید ضد آنها حرکت کنیم آقای مدیر. یعنی از مکانی که منتظر نیستند حمله کنیم. کارلوس، لبای آقای مدیر. تو به بامی خانه برو. از آنجا گرد و اطراف را نظارت کن. فهمیدم آقای مدیر. تعیناتی مخصوص، خوش آمدید. حالا با شما یک بازی مرگاور میبازیم. این را پوش. بسیار خوب. تمام. خیر، چه جا را سر بدیم؟
اخرب یک، اخرب سه به مکان امر شده میرسد. فهمیدم اخرب سه. اول از قوه‌های مسلح 2 نفر از قفا نزدیک شوند. آقای مدیر، در بدن همه‌شان بمب میباشد، اما اینها به هر طرف میروند. کلیفیدیم کدام از آنها را نجات داده میتوانید؟ آقای مدیر، در بدن هر یک کدام آنها چندین کیلو مواد ترکنده است. چیکار کنیم ظریف؟ نمیدانم، شاید این بمب‌های از مسافه دور ترکنده باشند. شاید جمی را استفاده برده موج‌ها را ببریم. وقتمون 120 ثانیه؟ از همه زیاد. اگر وقت آمد. آقای مدیر، من راضیم که به بین این بمب‌ها درایم. تشکر جمیل، حالا وقتی این کار نیست. زودتر شوید، زودتر! یکو کار کنید، آخر وقت رفته ایستادن. بچه‌ها سپرها را بیارید. خوب شد سوزی. ظریف، جیمی را استفاده برده موج بمب را قطع کن. 120 ثانیه وقت داریم. فهم آقای مدیر. در حال به نزد اسیران روید، فهمیدید؟ فهم مدیر. اقرب یک گپ میزند. رفیقان، در بدن اسیران بمب هست. موج‌های بمب را با واسطه جیمی را در مدت 120 ثانیه قطع میکنیم. وقتی که فرمان دادم زود به نزد اسیران رفته سیم‌های بمب را میکنید. دیگر رفیقان باشند برای امنیت را استوار کردن آماده شوند. امرتان را فهمیدیم. رفیقان آماده اید؟ آماده اید. ظریف آماده ای؟ آقای مدیر آماده. به سوی اسیران حرکت کنید. خداوند مددگارتان باد. زودتر باشید. نوبکاران جیمر استفاده میبرند. دخترم، سنم جانم، سنم دخترکم. دخترم در کجاست؟ ایست، یک لحظه ایست، آرام شو. دخترم در کجاست؟ حالا وقتی عملیات است. در اینجا ما را منتظر شو. فهمیدی؟ برادران، نقاب‌های اسیران را گیرید. فریب خوردیم. آنها آدمانی ما نیستند. این قسم بازی را زود فهمیدند. کیفی ما را پراندند. پرانید، پرانید، پرانید گفتم. خلال نرسان، به این طرف گذر. دور نرو، انتظار شو.
سمان تو در اینجایی؟ بله همین جایم. با ما چی کار میکرده باشن؟ عارف من میترسم. اکنون سر میکنیم. کار تو تمام شد، لیکن باز خودت میخواهی که بازی را دور و دراز کشاله کنیم. نام من عارف سردار، شکارچی خاین ها و یک سرسپرده وطن، کارمند تعینات مخصوص و در نقشه من سری تو در اولی روی خط است.